در ساحل بحرونیت. حدود و ثغور ساحل بحرونیت را توضیح بده. گروه 3 25 صدام ثانیه. یالا توضیح بده. زود باش. متیکه 3 باید توضیح بده. یالا دیگه. دریا از جمود نعشیر عاشقه سیار تیره وقته های سرگردان سر به این خاک آن خاک میسان دریای مرده مرگ مزار چه قدوری چه ثغوری از کران تا بیکران به صورت ابر به صورت شبنم. نقطه شبنم را توضیح شبنم پرداخته یه لطیف دست طبیعی نقطه آسمان آرام آرام پایین میرسه. حاشیه یه لطیف گربت بچنان نقطه شبنم نقطه اشباه بخار آب در هوا رو میگرد. اسکندر مدونی در کدام مفتونیه نخیر اصلا همش از خاک بانک وطن خودمون بوده. آره بله خیلی فلسفه مثبت چیست؟ فلسفه مثبت چیست؟ آقا چرا مسابقه رو خراب میکنی؟ مسابقه چیه مرد جمله فلسفه رو توضیح بده. بابا مصطفی بعد بچه سوم منه. فلسفه مثبت چیست؟ چه میکنی یا خیلی بابا چی بگو فلسفه مثبت چیه؟ بگو بگو آره الان میگم بگو آقا فلسفه مثبت یعنی هر چیز مثبتی خوبه هر چیز منفی توجه به تشریح بیاد محسوسات دنیوی بی اعتنایی به دنیای ماورا طبیعه. جواب به چه دلیلی در دوره از تاریخ پر افتخار شیر شمشیرش رو کنار گذاشته بود و 4 زانو سر در گریبان نشسته بود؟ جواب آقا جان جواب بده. چی جواب بدم جانم برای چی شیر نشسته بود شمشیرشم گذاشته؟ من چه میدونم بابا اصلا شاید حوصله‌اش سر رفته بود و خسته شد خوابش میاد مثلا خاک بر سرش. من چه هستم مواظب باش اومد به ماله ها. تفنگتو بیار جلو. گرفتن شمشیر از دست شیر یکی از مراحل حساس تاریخ اتفاق. و چون شیر اصولا حیوانی است شرور و شیطان صفت و هیچگاه مثل انسان رفتار نمی‌کند. راست وایستا. گاهی از نشستن خسته می‌شود. برمیخیزد و شمشیر به دست میگیرد. در مقابل یک چنین امر طبیعی آقا گرفتن شمشیر از دست شیر بسیار طبیعی است. بله شما متوجه عرض بنده نیستید. بلند شد باید بزنی تو سرش بخوابونیدش. من نمیخواستم من به قیمت جواب بکنم. فهمم داری اگه بلند شد بله خب بلند شد بزنیم سرش بخوابونیدش. شما نرنده باشید. واقعا شخص نابغه. خواهش میکنم. 100 دفعه گفتم بیچاره کارا نکن دیوانه شد. دلش گیری آخه تو. چرا همچین شد؟ میگم این کارا نکن آخه تو فهم داری؟ تو مشت من چیه؟ تو مشت تو؟ یه سوزن. آره سوزن چیه؟ نه سب کن باز سب کن بینم. عالی بیشتر تلویزیون چکمه تیم بهتره. دگمه یه دگمه است. بله. دگمه من دگمه است. آره باید آره همون دگمه است دگمه است. تو مشت من نه سب یه چیز خوردنی مثلا یه پلیسیا
پول سیاه خوردنیه. کمک دیگه که خود میشه خوردنی. بله. بکنم پول سیاه. هیچ آقا جان هیچی توش نیست. بفرما. منو بده. چطور شد؟ نفهمیدم. اینجوریه ها؟ ما رو مسخره می‌کنی. خیال کرده کشکی. حالا خودت بگو ببینم. من نمیگم. چرا نمیگی؟ من به این چیزا اعتقاد ندارم. پس چرا ما آدم پرسیدی؟ شما تو اعتقاد داشتین؟ نداشتیم آقا جان نداشتیم. با این وجود هر دو باختین. این کار ابلهانه است. چی رو می‌خوای ثابت کنی؟ چی رو می‌خوای ثابت یاد می‌کنی ما خریم آره؟ این چیزا رو نمی‌فهمی؟ چی اومدی واسه همین؟ بله شاموزی در میراث من می‌خوای دست بدی ها؟ خیلی خوب. حالا صفا. بله. من اشاره میدی. بخش شدی رفت. بله. این چیه؟ این چیه؟ چیه لجام بکن؟ یه دستماله. او دستماله. این دستماله. فرمودن دستماله. بله. حالا دو مرتبه. خوب دقت کنید تیکه رو خیلی خیلی حساسه. بله. این چیه؟ خیلی مراقبت کن و چشم رو باز. این چیه؟ بگو ده. یه دستماله. این دستماله. حالا خوب دقت کن بده من. بده من. خوب دقت کن. یعنی نگاه کن. حالا نگاه کن چیه؟ یالا زود باش بگو دستم خسته. یالا ده. این یه دستماله. بازم گفت دستماله خیلی مقایسه ادامه مقایسه. باشه. در امر برنامه ها و طرح‌های آینده. قبل از همه اقدامات جدی و شدیدی در مسیر کلی تاریخ و زیربنای اجتماعی به عمل خواهم آورد. زیربنای اجتماعی به عمل خواهم آورد. آنکه بر سرت همش یادم رفت. از اول قبل از همه. بله خیلی ممنون. قبل از همه اقدامات جدی و شدیدی در مسیر کلی تاریخ و زیربنای اجتماعی به عمل خواهم آورد. الحمدلله. مزاحمت‌های پیش پا افتاده را از صورت عادی خارج کرده به شکل منطقی در خواهم آورد. صحیح است. بله. آزادی نسبی تمام عناصر هرج و مرج طلب را محدود کرده با منشور تازه‌ای عناصر خیانت پیشه را از میان خواهم برد. صحیح نیست. آقا صحیح نیست ها. غریبه‌های غربتی را در حفره‌های بسیار کوچک و بسیار تنگ اسکان داده همه را از شر بیابانگردهای خطرناک نجات خواهم داد. مدیریت مستقیم را به صورت جهش‌های پدیده‌ای مطرح کرده فنون و صنایع نوین را عامل محرک کامل کارخانه‌های کبریت‌سازی خواهم کرد. کاف بده. چقدر کاف شد اینجا. بله. تمام عناصر اصلاح طلب را که نظریات جامع درباره انسان جامع داشته باشند در نتیجه اصلی روزهای بزرگ تاریخی شرکت خواهم کرد. آقا شما مریضی؟ شما با شما بفهم. یادم رفت. خواهی داد. خواهم داد. بله. چی رو خواهم داد؟ شرکت. شرکت. بله. تو شرکت؟ بله داشت. اینجا بعد از اونجا به اینجا از اذهان تحلیلگر و منطقی بادکنک‌های کوچولویی خواهم ساخت و همه را بر سردر حمام کهنه‌ای آویزان خواهم کرد. کثافت! این دیگه حریف
ظرافت دشواری‌های تحلیلگرایان را در یک چارچوب عمده تسلط بر تاریخ یا تسلط بر بازار یا تسلط تاریخ و بازار بدون آنکه مرحله سوم را با در نظر نگرفتن نقطه نظرهای تملک بر وسایل تولیدی جدی بگیریم به دو تکه عمده شقه خواهم کرد.